سلام، من سعید هستم. خوش اومد به کانال مارول با سعید. توی این ویدیو می‌خوایم قسمت‌های نهم و دهم، دو قسمت پایانی از فصل اول سریال Your Friendly Neighborhood Spider-Man رو با هم دیگه همزمان تماشا بکنیم. سریال خیلی خوب بوده تا اینجا. نظرات منتقدین و بیننده‌ها راجع به این سریال خیلی بالا بوده. اگر دوست دارید از من و فعالیتام حمایت بکنید، مثل همیشه میتونید این ویدیو رو لایک بکنید، به کانال من سابسکرایب بکنید و ویدیوهای مربوط به سریال‌های مختلف مارول از دیزنی پلاس رو حتما میتونید تو پلیلیست‌های مختلف تو کانال پیدا بکنید و همینطور فیلم هایی که من به صورت همزمان تماشا کردم رو میتونید از یه پلیلیست جداگانه پیدا بکنید، دوباره ببینید و نظراتتون رو حتما راجع به فیلم ها و سریال های مختلف مارول خوشحال میشم که تو کامنت ها با من به اشتراک بذارید. The ambiguity in this is maddening. Someone used an improper plural possessive there, subsection Q. 100. اینو مگه دستگیر نکردن دکتر؟ از تو زندان داره راجع به سوکوویا اکوردز داره میشینه میخونه. آره تو زندان دستگیرش کردن. آره داداش، دکتر اکتاویوسه و کی اومده ببیندش. وکیل مت مرداک یعنی. آره نه خود آزبورن که من یه لحظه فکر کردم که شاید مت مرداک اومده، که چون مت مرداک در علیه آزبورن هم تو این سریال کار انجام داده بود، فکر کردم شاید مت مرداک اصلا اومده سراغ اکتاویوس. آره اومده الان اینجا احتمالاً بهش بگی که با ما در نیفت مثلا. یعنی اون چهره ویلن نورمن آزبورن رو داریم میبینیم الان یواش یواش. این دوتا با هم دیگه مشکل داشتن و الان نشون داده میشه که چیزی که الان نورمن آزبورن گفت خیلی جالب بود. یعنی این دوتا با هم دیگه رقیب دیرینه بودن، برخلاف اون چیزی که برخلاف رابطه‌ای که تو فیلم‌های توی مک‌گوایر داشتن و این سریال خیلی قشنگ میکنه دیگه. یعنی آلفرد مولینا و یعنی آلفرد مولینا و ویلم دفو که بازیگرایی که نقش داک آک و گرین گابلین یا نورمن آزبورن رو بازی کردن، اون دوتا رابطهشون خیلی صمیمانه و دوستانه، دوتا پروفسور بودن که مثلا با هم دیگه خیلی رابطه خوبی داشتن، ولی توی این سریال قشنگ مشخصه. یعنی میتونه خودش یه جورایی انگار یه وات ایف دیگه. یعنی چی میشد اگه مثلا این دوتا با هم دیگه رابطه خوبی نداشتن و رقیب تکنولوژی همدیگه میشدن، با هم دیگه مبارزه میکردن که کی مثلا به قدرت بیشتری میرسه. یعنی الان معلوم نیست چی کار کرده با این. یعنی گذشته این دوتا به نظر خیلی تاریک میاد، ولی چیزی که مشخصه اینه که نورمن آزبورن بالاخره اون نبرد بینشون برنده شده دیگه. و این اون باطن، اون ذات نورمن آزبورنه که دنبال قدرته و داریم میبینیم که تو پس زمینه ذهنش چه اتفاقاتی داره میفته دیگه. یعنی اون حرفایی که به پیتر پارکر میزد که مثلا اون حرفایی که پیتر پارکر میزد همش حرف مفت بود. این چهره واقعی آقای نورمن آزبورنه. تو انتهای قسمت 8 من فکر کنم گفتم که مثلا خب این کسی که به اینا اصطلاحاً جای این تکنولوژی آقای دکتر اکتاویوس رو گفت و اینا فایده‌ای نداره، چون دکتر اکتاویوس دستگیر شده اینا، ولی خب ظاهراً اینا همزمان وارد میشن. پس اون چیزی که دوست داشتم اتفاق بیفته که اینا در مقابل اسکورپیون قرار بگیرن با تکنولوژی دکتر اکتاویوس، عملاً داره اتفاق میفته. اینا دار و دسته دان دارن میرن سمت
اون آخرین محموله از تکنولوژی دکتر اکتیویس که اونو بدزدن و خیلی خوب میشه میدزدن احتمالاً و میرن در مقابل اسکورپیون قرار میگیرن. این تقریبا دیگه بدیهیه الان که اتفاق میفته. این رنگ بنفش میبینید حتی اون نوشیدنی که دست نیکو بود داشت اونم بنفش بود. تیشرت منم امروز بنفشه به خاطر آبجیمون نیکو امروز کلا بنفش زدم. من خیلی دوست دارم این همون نیکو ایکس من همون جادوگری باشه که بدون عصا دستش میگیره و من خیلی دوست دارم اون نیکو باشه. یعنی تقریبا مطمئنم که توی این فصل حداقل داریم این سکانسی میبینیم که اینا خب میدزدن دیگه، اون محموله آسکارپ رو میدزدن. شاید اسپایدرمن اصلا خودش، چون محموله مال آسکورپ دیگه، شاید حتی اسپایدرمن خودش وارد داستان بشه. یعنی هنوز لانی هنوز اون آدم خوبه تو وجودش هست، نمیخواد آدمای بیگناه بمیرن، چون اینا که سرباز نیستن، اینا دکترن دیگه. او نیکو نه یه لحظه فکر کردم خود نیکو نگه داشت. آری کلا اسپایدرمن. من فکر کردم، ولی خب قشنگیش اینه که خود نویسنده ها و کارگردان سریال هم دقیقاً میخواد بازی کنه با ذهن بیننده. یعنی نیکو دقیقاً اون نشان بنفش رنگش رو نگه داشت یه لحظه ولی خب اسپایدرمن نجات داشته. ولی بعدش هم میگفتم خیلی دوست دارم این حداقل بره برای فصل دوم. دوست دارم یه ستاپ، یه کلیف هنگری تو این فصل وجود داشته باشه که نیکو هم برسه تبدیل بشه به همون مثل زنده یا داشت تاب میخورد. آره خب اسپایدرمن نجاتش داد دیگه. شما که نمیتونید دونه دونه همتون اینجاش جورای شبیه کاری که داره میکنه، شبیه کاری که اندرو گارفیلد کرد دیگه. اینجوری میرقصه این منور میزد و دونه دونه اینا رو شما نمیتونید دیگه، دونه دونه چسب میزنن نگرتون میده. پیتر تینگل که لازم متوجه شد که like the 1/10 decided to throw a little party. Pretty lousy turnout though. There's only a 10th left of the 1/10. هم دنبالشون میکردن، هم جاشون رو پیدا کردن. مسلماً اسکورپیون هم همون محموله رو میخواد دیگه. Piñatas. Let's crack them open. 110th Street. Let's do this. جنگی که تو قسمت‌های قبلی شروع شده بود ادامه پیدا میکنه بین اسکورپیون و بین دوتا گروه دیگه. ولی اسکورپیون هم احتمالاً فکر میکنه که اسپایدرمن جزئی از ایناست. یعنی فکر میکنه که اسپایدرمن جزئی از گروه دانه. این هنوز اون اتفاقی، اون چیزی که فرو کرد تو بدنش هنوز تو یادش هست. این دوتا که با هم دیگه شروع میکنن، دوتا لیدر در واقع گروه ها شروع میکنن با هم دیگه. نه میزنه میکشدش احتمالاً دیگه. Don't count me out just yet, Scorpion. This time, I'm ready for you. Couldn't wait your... Yeah, don't worry. I'll make this quick. این راند 2 مبارزه اسکورپیون اسپایدرمنه. تو راند اول که اسپایدرمن خدا رو شکر
جون سالم به در برد، فرو کرد تو بدنش ولی خب بالاخره جون سالم به در برد. ولی توی این راند دوم احتمالاً تو همون قسمت هم توی قسمت فکر کنم بعدش بود که اون جایی که تو تخت بیمارستان بلند شد کاملا مشخص بود که اسپایدرمن احتیاج داره که دوباره با اسکورپیون روبرو بشه و اون ترسی که تو وجودش هست. دان فرار کرد اصلا، داشتید گروه اینجا دارن لتو پار میشن، فرار کرد. خیلی قشنگ شد. دان فرار کرد، چه لیدریه که ولی خب احتمالاً لانی اینجا علیرغمی که دان فرار کرده محموله رو به دست میاره دیگه. محموله رو به دست میاره میبره. اینجا تبدیل به تومستون میشه. اوکی. دقیقا هم اتفاق که نباید برای لانی میافتاد الان یواش سفید میشه و اون ضربان قلبش هم چقدر خوبه این کلاسیک اسپایدرمن دیگه، این صحبتایی که با هم دیگه میکنن که تیز میکنن هم دیگه رو. اسم لانی رو اینقدر بلند نواس بگه، خیلی تابلوه. خب خدا رو شکر خودش رو به برق وصل کرد و علل حساب برای یه مدت کوتاهی اسکورپیون از بین رفت. خیلی مدت کوتاه بود و دوباره بلند شد. همین یه صحنه کافیه برای لانی که بفهمه اسپایدرمن تو تیم لانی داره بازی میکنه، برای اینکه بفهمه باید بره حمایت کنه ازش. و اون قدرتی که گرفته از توی اون کامیون الان احتمالاً تومستون رسید. این خود تومستونه. الان میره دهن اسکورپیون رو سرویس میکنه. اوه اصلا رفتیم یه شات دیگه. نه نگهش داشت. یه لحظه فکر کردم لانی مرد اصلا. دیدی صداش هم میذاره کلوفتر شده، یعنی به خاطر اون قدرت هایی که به دست آورده. احتمالاً جای دان هم میگیره دیگه. اون علل حساب توی این فصل مثل اینکه قراره که این دوتا با هم دیگه توی یه جبهه کار کنن. به به چقدر شات قشنگ، چقدر خوب داستاناشون با هم دیگه وصل شد. یعنی من از اول این سریال منتظر این صحنه بودم، یعنی منتظر بودم که مسیر داستانی این دوتا، البته من فکر میکردم به خاطر من فکر میکردم با هم دیگه دشمن میشن اسپایدرمن و تومستون، که میشن احتمالاً تو فصلهای بعدی 100% با هم دیگه به مشکل برمیخورن، ولی حداقل تو اینجا تو این قسمت خیلی با هم دیگه خوب شدن. یعنی مبارزه کردنشون در کنار هم دیگه خیلی باحاله. اشارات قشنگی که دوتایی با هم دیگه
مثل کلوک و دگر دوتایی با هم دیگه میبینن پدر آقای اسکورپیون رو در آوردن. Oh, it was unreal. Are you like a super soldier now or something? Never was in that. آه نه 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 لانی پرتش کرد که دهنه. Hold on. There. این اسکورپیون دستورده نیست، دهن لانی رو سرویس کرد. Your little friend gets squished. You're holding yourself back. نه دیگه الان میزنه به سیم آخر. Can't you just stay down? این صحنه‌های رضایت بخشی که I'm gonna peel that mask off your bloody face and find. الان میزنه پدر اسکورپیون رو در میاره. یعنی دیگه هیچ مرزی رو رعایت نمیکنه پیتر پارکر. Embrace the true power of your abilities. این صحبت‌های نورمن آسبورن تو بک‌گراند داره پخش میشه. احتمالاً اون لحظه‌ایه که اسپایدرمن دیگه Spider-Man at. That's the level I need you at. این اون لولیه که دقیقاً مثل آواتار دقیقاً به اون Because you held back. آواتار استیتش داره میرسه. چقدر خوب گفت. این دقیقاً ارجاع به اون قسمتی داره که بهش گفت تو جلوی خودتو میگیری ولی اسکورپیون جلوی خودشو نمیگیره. یه جورایی شبیه Power. Great respect. یه ذره شبیه فیلم نووی هوم هم هست یه جورایی To kill you, and he is gonna keep که توبی مگوایر جورایی تام هالند رو گرفت نذاشت گرین گابلین رو بکشه. چقدر خوب. اصلا انتظار اینو نداشتم که اسپایدرمن بخواد اینجوری ویلن باشه و لانی بیاد. من فکر کنم برعکس اتفاق میفته. چقدر خوب تمام شد. لانی اتفاقا اون آدمی شد که این وسط اسپایدرمن رو آروم کرد. I mean, I'll try. کارشون هم تمام شد. ولی خیلی سورپرایز خوبی بود. من اصلا فکر نمی‌کردم که یه همچین اتفاقی برای بین اسکورپیون، لانی و پیتر پارکر به این صورت بیفته. و اینا هم در 100% دیگه الان لانی رو دنبال میکنن. یه جورایی لانی رو به عنوان رئیس خودشون میدونن. دان کسیه که تنهاشون گذاشت دیگه، فرار کرد رسما. Pete! دنبال اسپایدرمن. Yoo-hoo! Spider-Man! I'm here! Hey, Nico. Oh. Man, Nico, I'm so sorry. I didn't mean to. Seriously, No worries. خوابون زیر گوشش. Okay. It was cool. I knew it. I somehow still didn't believe it. Nico, I'm sorry. I didn't. Definitely wanted to, but No. I'm sorry. نیکو هم در واقع به اون رزولوشن یا به اون جمع‌بندی رسیده دیگه. جمع‌بندی فکری رسیده. به اون جای رسید که بالاخره متوجه شد. Time to do homework. You're getting it done after saving lives. متوجه شد که نباید اسپایدرمن رو مقصر میدونست تو قسمت‌های قبلی. داره کار خودش رو میکنه دیگه. یعنی چیزی که هری آزبورن گفته بود در واقع درسته در مورد پیتر. And not even thinking about the risk to yourself. I saw a hero. The same one that saved me. به به. یعنی یه قهرمان در تو دیدم دیگه. دیگه چی میخوای؟ برو عشق کن دیگه. آقای پیتر پارکر. And you being there for you. Like only your best friend can. اون بنفشه چیه؟ اون بنفشه رو توضیح بده. چرا اینو نگه داشتی اینجوری اون بنفشه رو؟ Okay, we're friends again, so get away from me. Friends again. and just so you know, I promise. و یه چیزی که خیلی در مورد نیکو من دوست دارم اینه که وقتی فهمید که پیتر اسپایدرمنه No more secrets. و حرف زد باش. Tracy, I am throwing this TV off the balcony. عجب. Yeah, but this time I mean it. خب من دارم یواش یواش به آرزو میرسم. یعنی Oh, I gotta take this.
let me know. برو با آقای آزمون. من دارم یواشاش به آرزون میرسم. نیکو همون نیکوه. به احتمال زیاد همون نیکوه. یا حداقل یه قدرت‌هایی داره. ولی چیزی که خواستم بگم اینه که من خیلی دوست دارم که نیکو با وقتی فهمید پیتر پارکر اسپایدرمنه، وقتی فهمید اون بچه‌ای که خیلی مهربونه، خیلی فلان میسان. Much everything? A few of the items were simply damaged and just a few broken vials here and there. Honestly, Peter, I don't know. آره همونایی که خراب شدن یکیشون به لانی قدرتاشو داده. حالا اینکه این به کنار، سوء استفاده نکرد نیکو دیگه. اینو میخواستم بگم، سوء استفاده نکرد از اینکه پیتر حالا شده اسپایدرمن. اتفاقا برعکس به چشم همون پیتر پارکر هنوزم باش برخورد میکنه، بهش نگاه میکنه. اینو من خیلی دوست داشتم. و چیزی که نیکو راجع به ریسپانسیبیلیتی بهش میگه اینجا اثر میذاره. I know, but you're capable of incredible things. With all your talent, you could easily do whatever you please. نورمن آزبورن واقعا شخصیت پیچیده‌ای تو این سریال داره. کولمن دومینگو هم خیلی خوب نقش ایفا کرده، ولی شخصیت نورمن آزبورن خیلی پیچیده است. تو قسمت‌های تو فصل‌های بعدی احتمالاً خودش بیشتر وارد عمل میشه، ولی خب خیلی پیچیده است دیگه. یعنی از صحبتاش با پیتر پارکر، از صحبتاش با دکتر اکتاویوس ابتدای این اپیزود مشخصه که برنامه‌های خیلی بزرگتری داره. All right. Let's hear your updates. All of the former Octavius tech has been unloaded and categorized. The others should have their projects up and running soon. این ستاپ ویلنای فصلای بعد دیگه، دونه دونه. گلایدر که مال خود هری آزبورنه، یا مال خود نورمن آزبورنه دیگه یه جورایی. Thanks to the blood sample we received the other evening, I believe that we will be able to successfully replicate Spider-Man's unique DNA structure in no time. و مشخص بود که اصلا کاملا مشخص بود که همینجا داشتم میگفتم که خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره. مشخص بود که ویلنا، ما از همون قسمت اول گفتم نورمن آزبورن هندونه زیر بغل کسی نمیذاره. یعنی این پلن بیه دیگه یه جورایی، یا اصلا پلن ایه. پیتر پارکر رو فقط برای انجام دادن کارهای خودش میخواست و حالا هم که دیگه اصلا داره دی ان ایش رو کپی میکنه. Coffee this morning because I got energy to burn. Okay. این که کنارش وایساده من یاد اون شخصیتی میندازه تو فیلم‌های تام هالند که بعد بلیپ خیلی گنده شده بود و تو فار فرام هوم هم مسخرهش میکردن، دنبال پیتر پارکر راه افتاده بود. پیتر سعی میکنیم بالانسه رو نگه داره بین پیتر پارکر بودن و اسپایدرمن بودن و تو این راه داره از هری هم کمک میگیره، ولی خب سخته دیگه. لانی هم نیست اصلا. یعنی کلا چقدر قشنگ میشه اگر مثلا تو فصلهای بعدی پرل، یعنی این همین که الان پیتر خطابش کرد، با پیتر پارکر یه رابطه مثلا عاطفی براش به وجود بیاد و با پیتر با هم وارد رابطه بشن. یعنی از یه طرف لانی به خاطر اینکه حالا مثلا پیتر با پرل وارد رابطه شده از پیتر پارکر بدش بیاد، ولی از یه طرف با اسپایدرمن مثلا همکاری بکنه. یعنی این پتانسیل این سریال رو میرسونه که بعداً تو فصل‌های بعدی چقدر میتونه این رابطه این دوتا رو پیش ببره، چقدر میتونه روش کار بکنه تو فصل‌های بعدی.
Theoden. لانی اصلا خودش میتونه مثلا ویلن فصل دوم سریال باشه. در این حد پتانسیل داره. All under enough pressure without me adding to it. Now, follow me everyone. برای اولین بار داریم میبینیم که خود نورمن آزبورن اومده توی آزمایشگاهی که این بچه‌ها دارن کار میکنن. Cure testing lab. میخواد بهشون در واقع نشون بده که To Project Monolith. The most ambitious venture in سربازا و Yes. Yeah, I figured out what we were really doing along. چی کار داره میکنه آسکورپ خدا میدونه. یعنی این ترسی که تو وجود حتی آماده اوسچو And I'm betting Pete's magnetic generator powers the whole thing. تونل داره باز میکنه. یعنی The Connors, did you know about this? No. What's this all about, Norman? Doing the impossible. Together, we've unlocked travel, instant matter relocation, the limitless resources of the galaxy. خیلی جالبه که آماده اوسچو کلا اصلا هیچی براش مهم نیست. مثل درک نمیکنه اون شدت اتفاقاتی که داره میفته رو. ولی از اولم معلوم بود که نورمن آزبورن دنبال یه چیز دیگه است. جمع کردن اینا کنار هم دیگه. چندین بار گفتم دیگه نورمن آزبورن خیر کسی رو نمیخواد. یعنی از اولم مشخص بود از همه‌شون استفاده میکرد که برسه به اینجا. یعنی نورمن آزبورن میخواد از اینا یه گروه مشابه با اونجرها بسازه. پورتال دکتر استرنج. استرنج. خود استرنج اومده. Norman Osborn, I am Dr. Stephen Strange. And your experiment must not continue. You are opening the door to the cosmos. You cannot even comprehend the unimaginable horrors that lie beyond it. بله. یعنی استرنج هم نمیدونه که اون اتفاق افتاده یا داستان چیه؟ هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی نورمن آزبورن که داره با کلمات بازی میکنه، داره سعی میکنه جلوی اون اینترنایی که اونجا وایسادن استرنج و ویلن نشون بده. The only threat here is that thing. People who call themselves sorcerers. Security, handle. Whitman, act. It's time to prove all the naysayers wrong. شاید اون پورتال سبز رنگی که تو قسمت اول باز شد. آره سبزه. پورتال سبز رنگه. اونو نورمن آزبورن باز کرده. یعنی چقدر خوب. نه دیگه. نه پورتاله با موفقیت. یعنی کار اینا درست انجام شد. ولی نکتهش اینجاست که وقتی شما پورتال به یه جای دیگه باز میکنی هیچ موقع این دقیقاً اتفاقی که بارها تو کامیک افتاده شما دقیقاً نمیدونی از اون طرف چی میتونی انتظار داشته باشی. یعنی این چیزی که اینا فکر میکنن، چیزی که استرنج داره راجع بهش صحبت میکنه اینه که شما نمیدونی از اون طرف چی قراره بیاد. بله این دقیقاً این داداشمون What on earth exactly. بله آره خیلی قشنگ شد. باریکلا خیلی خوب بود. این دقیقاً احتمالاً منتهی میشه به اون اتفاقاتی که خیلی منتهی میشه به اتفاقاتی که خیلی میتونه ادامه دار باشه. آره این که اسپایدرمن که الان میره به کمک استیون استرنج. پورتال بسته شد ولی خب این دعاشون هنوز هست Hey Doc, you might want to start running now. Yes.
من هنوز نمیدونم که این آیا وصل میشه به اتفاقاتی که نه دیگه وصل من فکر می‌کردم اون پورتال همون پورتال سبزه است که تو قسمت اول دیدیم، یعنی فکر می‌کردم این وصل میشه به اون اتفاقات قسمت اول. واسه همین استرنج گفت من اصلا یادم نمیاد که این دقیقا همون عنکبوتیه که یه جورای شبیه به تقابل اولین باریه که استرنج و تونی استارک هم همدیگر دیدن دیگه، که اون مرد تکنولوژی، اون مرد جادو و یه هارونم که خداحافظی کرد. Nice of you to join us. The name's Spider-Man. I'm Strange. No more Strange than the gooey alien trying to kill us. You're going to the Dark Dimension till I can figure out how to get you back home. Wait! اسپایدرمن هم رفت. Can you teach me to do that? Only if you teach me to do that. دارم با هم دیگه یواش یواش کار میکنم. خب باید دوباره دستگاه رو روشن کنه که شبیه به اون چیزی که استرنج توی سریال واتیف درست کرد دیگه، یه کیوب اصطلاحاً، یه مکعب که نه، یه چیز خیلی قدرتمنده، یه پاکت دیمنشن درست کرد. هیچی هم رو این موجودی که اومده جواب نمیده. تایم و زمان رو به عقب برمیگردونه، میتونه زمان هم ثابت نگه داره. پیتر پارکر برگاش ریخته، چجوری چیکار دارین میکنید؟ این پورتالی که سبز بود به خاطر سنگ زمان بود. برای این بود که برای اینه که استرنج یادش نیست. برای این بود که یادش نیست. چقدر خوب بود. برای اینه که یادش نبود و این به خاطر اینکه اون سنگ اینم الان یعنی قدرت‌هاشو خودش، یعنی خودش که نه، ولی اینجاست که پیتر پارکر به قدرت‌ها میرسه و یه جورایی این اون دلیلیه که، یعنی یه جورایی قضیه مرغ و تخم مرغ یه جورایی دیگه، که قدرت گرفتن پیتر پارکر تو این سریال به خاطر اتفاقاتی که خود پیتر پارکر در آینده باعثش بوده. یعنی خود پیتر پارکر اون طرف این پورتال وایستاده و داره باعث و بانی اتفاقات میشه. آره این You got a name, hero? Oh, yeah, sorry, I'm Peter Parker. Nice to meet you, Pete. I'm Ethan از اون به بعد اون داستانی که دیگه میدونیم چه اتفاقه، ولی خیلی باحال بود. سورپرایز دوم این قسمت، هر قسمت قبلی در مورد لانی و پیتر یه سورپرایز داشت و این قسمت هم در مورد خود پیتر پارکر. نداشت جان بچت منو نفرست اونور پورتال. بفرستش. استرنج اونا رو نگه داشته.
ببندش با تار انقدر ببندش که بفرستش بره. با شمارش مرحله 1 2 3 بفرست. ببند پورتال در جا ببند. اون با تمام قدرت داره برمیگرده. استرنج هم از تمام قدرتش داره استفاده میکنه که نگهش داره. چه صحنه شاهکاری داره میبینیم. استرنج و اسپایدرمن تاراشو بسته به تمام اون دارن با آخرین نفس دیگه دارن. استرنج کم آورد. بله این سریال اسپایدرمنه دیگه. دونه دونه همه رو در آورد و دقیقاً اون جایی که باید جلوشونو گرفت. ولی یه تیکه سیاه رنگ هم موند که اونم با تشکر از تمام عوامل درست تولید کننده این سریال انشالله دیگه این تیکه سیاه رنگی که اینجا موند شبیه به اون تیکه سیاه رنگ اون ونوم آقای تام هاردی و این داستانا نمیشه و تو فصلهای بعدی ما ونوم رو میبینیم دیگه. یعنی یا حالا میره سراغ خود پیتر پارکر یا میره سراغ ادی باراک این سریال. خیلی پتانسیل کاشتن واسه قسمت فصلهای بعدی و عجیبم نیستی که الان این سریال برای 2 فصل دیگه تمدید شده دیگه. یعنی کاملا مشخصه شما هر شخصیتی تو این سریال دارید میبینید کاملا پتانسیل داستانهای بیشتر داره. حتی خود همین هری آزبورن هم Getting to work with Dr. Connors, getting to innovate with Asha, Jean, Cho, and Mr. Osborn helped me become a hero that بره به هری میگه بابات اونقدرم که فکر میکنی بد نیست. ولی اون هر چی میخوای بگو ولی اون گلایدره که مال گرین گابلینه اون ایستر اگ دیگه. اون داره میگه که آقا شما Honestly, you guys would have been better off if my dad had just thing without him and the other adults pulling the strings. اینجا داره میره تو فاز اون بازی پلی استیشن اسپایدرمن که هری و پیتر یه شرکت مجزا داشتن که خودشون کارهای خودشون میکردن. I mean, I could. No, I totally could. I've got investments and a connection. It's off. Nico, you're a genius. Obviously. Now, Nico, but I think you might actually have a flair for big business after all. نه اینجا هری آزبورن وارد اتفاقات فصلهای بعدی میشه احتمالاً که نورمن آزبورن هم قطعاً با این تصمیم هری موافقت میکنه چون از لحاظ وجهه اجتماعی خیلی تو خطر افتاده دیگه بعد اتفاقاتی که افتاده. And you don't need to be a master of the mystic arts to know what happened here was should have been prevented. داره فکر میکنه که من چجوری نتونستم ببینم این اتفاقی که But who knows how many lives were altered by me and that thing causing this? Well, for starters, mine was. بله. I was there the day you showed up. بله شما اتفاقاتی که شما باعثش بودی تبدیل شد شما بشی اسپایدرمن. I believe that things that are supposed to happen. پس جفتشون میدونن که اتفاق افتاد. Sometimes they make sense, sometimes they don't. معلومه میدونن دیگه یعنی خیلی تابلوه. I want to make sure I'm ready for whatever comes next. Even if I knew, I wouldn't be able to tell you. But something tells me you're ready. واچر داشت نگاهشون میکرد. نورمن آزاد اوکی یه لحظه واچر رو بذاریم کنار. نورمن آزبورن این ونومه رو پیدا کرده.
نورمن آزبورن اون دیکه ونومه رو پیدا کرد. خب از این به بعد دیگه ستاپ فصلهای بعدی دیگه، یعنی Welcome to the Worldwide Engineering Brigade. ستاپ فصلهای بعدیه در مورد همه شخصیت‌ها. And they say sarcasm isn't a superpower. این هم ستاپ دردویل برای فصلهای بعدی که مشخص شد که داشتن با هم تو تمام این مدت کار میکردن. Something like this will look great on my transcript. Yeah, I know. At the very least, داره یواش یواش سفید میشه. داره یواش یواش اون قیافه یخی که توی کامیک داره رو به دست میاره. Okay. I love you too. Well, well, well. Look who it is. Man, it took you long enough. اینجا رو من دوست دارم. همون نیکوه. Spiritus mihi carissime. Teram viventiam revertere. به بنفش. It's so good to see you again, Mom. بهتر از این نمیشه سریال تموم شه واقعا. نیکو هم به اون قدرتاش قرار برسه. اینم یادم رفت. آتو اکتیویس هم قرار تبدیل به دارک آک بشه و کلا پیتر پارکر کار زیاد داره تو فصلهای بعدی. می مگه آنکل بن از بین نرفت، نمرده؟ I didn't expect you to come, but you look as lovely as ever. Doing well? Yeah, as well as can be expected. How's my son doing? اوه. انتظار اینو دیگه نداشتم. انتظار پدر پیتر پارکره. آره گفت how is my son دیگه، گفت پسرم چطوره. You heard the magical wizard. Whatever comes next, you can handle. به سبک همه فیلم ها و سریال های اسپایدرمن، آره این تاب آخره هم میخوره و احتمالاً این قسمت و این فصل با همین با تمام این ستاپ ها و با تمام اینا، آره I'll figure it out. After all, I'm Spider-Man. تمام شد. مرسی که این سریال رو با من تماشا کردید، مرسی که این دو قسمت رو با من دیدید و مرسی که کلا تمام این قسمت ها رو با من تماشا کردید. از 3 تا ویدیوهای دیگه میتونید قسمت های قبلی این سریال و در مجموع از 4 تا ویدیو میتونید تمام قسمت هایی که تو فصل اول این سریال پخش شد و دوباره از کانال مارول با سعید تماشا بکنید. از اون بخش آخر این قسمت که بگذریم، یعنی از اون قسمتی که ستاپ فصل های آینده است و مسیرهای داستانی مختلفی که میتونه برای شخصیت‌های مختلف تعریف بشه رو دونه دونه نشون میده. من اینو خیلی دوست دارم که نویسندگی این داستان پیچیده به قضیه ها نگاه کرده و مشخصه که کاملا کار شده، مشخصه که حتی از ستاپی که برای قسمت فصل‌های بعدی در نظر گرفتن، مشخصه که دونه دونه میخوان که رو همه شخصیت‌ها کار بکنن. سورپرایزهای این 2 تا قسمت پایانی رو خیلی دوست داشتم، یعنی من هیچ کدومشون اصلا نمیتونستم متصور شم. خیلی خوشحال شدم که رابطه سورپرایز اول، رابطه بین لانی و پیتر پارکر حداقل تا اینجای داستان اینطور تمام شد. در مورد نورمن آزبورن خیلی دوست داشتم که سریال به کامیک وفادار موند، یعنی نورمن آزبورن اصلا اون شخصیتی مثل تونی استارک که تماما مثلا از پیتر پارکر خوشش اومد، حتی تا یه جای یک رابطه احساسی هم با پیتر پارکر توی فیلم اندگیم مثلا برقرار کرده بود. خیلی دوست داشتم که نویسنده‌های این سریال و کارگردان این سریال چیزی مشابه با تونی استارک، درسته که حالا یه سری سکانس‌های موازی وجود داشت، اما نورمن آزبورن رو مثل نورمن آزبورن در واقع تو کامیک تعریف کرده، یعنی اون گلایدره و اون ویلن بودنه هنوز توی شخصیت نورمن آزبورن وجود داره و تو فصل‌های بعدی
به احتمال بسیار زیاد. البته الان که آبروش رفت ولی خب تو فصل‌های بعدی احتمالاً برمیگرده. چند تا نکته در مورد یعنی این فصل از سریال و این ایده این سریال خیلی خوب بود. نکته اول استفاده از این مدل از انیمیشن که تا الان استفاده نشده، این مدل تقریبا قدیمی از انیمیشن که توی مثلا سریال وات ایف یا توی مثلا سریال های انیمیشن، فیلم های انیمیشنی دیگه حداقل توی چندین سال اخیر استفاده نشده و مارول به درستی اینو استفاده کرده و تو سریال های انیمیشنی دیگه هم میتونه واقعا از این مدل استفاده بکنه چون خیلی جذاب هست. من اون کادرهای سفید رنگ مثلا کامیک، اون انیمیشن های 2 بعدی و بعضا 3 بعدی رو خیلی دوست داشتم. مدل کار گرافیکی که تو این سریال شده کاملا مثلا با یک سریال مثل وات ایف فرق میکنه و خیلی کامیک بوکی تره، یعنی خیلی نزدیک علاوه بصری شبیه تره به صفحات کامیک و من اینو خیلی دوست داشتم. در مورد نویسندگی این سریال هم گفتم واقعا فوق‌العاده بوده. واقعا مشخصه که ساعت‌ها روی مسیرهای داستانی شخصیت‌های مختلف این سریال کار شده و از پتانسیل فوق‌العاده‌ای که برای قسمت‌های بعدی این سریال در انتهای این فصل دیدیم کاملا مشخصه که چقدر واقعا بیشتر و بیشتر میشه روی این شخصیت‌ها کار کرد و این دقیقاً به خاطر اون بیس و اون به خاطر اون داستان نویسی اولیه قویی که روی این شخصیت ها انجام شده. ایده های بسیار بسیار بزرگی در ابتدای این فصل تعریف شده واسه این شخصیت ها و این دقیقاً باعث این شده که توی فصل های بعدی خیلی جای کار هست. واقعا خیلی خیلی جای کار تو قسمت های مختلف، داستان های مختلف واقعا میشه هنوز برای این شخصیت ها نوشت. واقعا ما اتفاقاتی رو دیدیم توی دنیای اسپایدرمن که تا الان ندیده بودیم و به نظر من این اصلا کار آسونی نیست. در مورد شخصیتی مثل اسپایدرمن که یه سگانه از مارول پخش شده، دو تا سگانه از سونی پخش شده و یه مجموعه انیمیشنی هم در حال ساخته، واقعا کار آسونی نیست که شما بیایید یه سریالی بسازید که اتفاقاتی رو توش نشون بده که تا الان اتفاق نیفتاده، شخصیت‌ها و داستان‌هایی رو تعریف بکنید که تا الان اتفاق نیفتاده. درسته که بعضا تشابه وجود داره ولی مثلا اتفاقاتی که بین دردویل و نورمن آزبورن میفته چیزی که ما تا الان اصلا ندیدیم. اتفاقاتی بین اسکورپیون میفته، بین اسکورپیون و نورمن آزبورن، بین اسکورپیون و لانی یا تومستون میفته، چیزایی که ما تا الان توی دنیای اسپایدر ورس ندیدیم و خب خیلی قشنگ بود. این یه دید تازه‌ای میده به بیننده و اون خسته کننده نیست. یعنی من مطمئنم اگر اتفاقی میافتاد توی این فصل که ما قبلا دیده بودیم خیلی داستان خسته کننده میتونست بشه برای کسی که مثلا تا الان همه فیلم ها و سریال هایی که از اسپایدرمن ساخته شده رو دیده. مرسی که با من و همراه با من این فصل رو تماشا کردید. مرسی که قسمت های مختلف رو با من دیدید. میتونید دوباره اگر دوست داشتید از ویدیوهای مختلف همونطور که گفتم قسمت های مختلف فصل اول رو دوباره تماشا بکنید تا فصل بعدی و ویدیوهای بعدی و قسمت های مختلف دیگه از دنیای مارول. حتما مراقب خودتون باشید.